بر ادیت خودم زدم. عالیه. خیلی خوش اومدی. متشکرم، مرسی، ممنونم که من دعوت کردید. عزیزین، لطف دارین. خوشحالم اینجا پیشتونم. عزیز دلی. قربون شما. علیرضا بیا با این صحبتمون رو شروع بکنیم که راجع به شروع به کارت اصلا صحبت بکنیم. چجوری با این صنف آشنا شدی؟ چجوری وارد کار شدی؟ ببین من اواخر دهه 80 این کارا رو باهاش آشنا شدم، در واقع مشتری کافه شدم. اواخر دهه 80 میشه اون سالی که وارد دانشگاه شدم، سال 88 89 با اون دوستایی که بودیم حالا کافه‌های مختلف میرفتیم و با کلیات این قضیه آشنا شدم. اما ورودم میشه به اوایل دهه 90، اون سال 90 91. آره اینجوری بود. خب بعد چجوری آشنا شدی؟ چجوری وارد شدی؟ کسی داشتی که معرفت بوده تو این زمینه؟ داستانش باحاله. خب تعریف کن برام. من اون موقع با یکی از دوستان به نام آقای علیرضا بدیعی کار ادیت فیلم و دستیاری فیلمبرداری انجام میدادم. یک بعد از ظهر تابستانی بود، ما جلوی دفتر ایشون نشسته بودیم، توی فیسبوک داشتیم پست‌ها رو چک میکردیم. یکی از دوستانمون که قبلا توی یک کافه دیگه باریستا بودن، یک در واقع پستی گذاشته بودن که افتتاحیه کافه جدیدشون بود و همونجا تصمیم گرفتیم که با هم دیگه بریم تو و اون افتتاحیه رو شرکت کنیم. همون شب سر همون میزی که با علیرضا نشسته بودم گفتم من دلم میخواد کار کافه رو تجربه کنم. اونم گفت باحاله، چرا که نه، الان بگیم به علیرضا خادمی، اون دوست دیگه‌مونم علیرضا بود و بهش گفتیم و اونم قبول کرد و گفت از فردا بیا سر. شروع کردی به عنوان کمک باریستا در واقع شروع کردم، ولی خب خیلی سال طول کشید تا حالا اون چیزی که اصطلاحاً بهش میگیم باریستا رو در واقع بهش برسم و تجربهش کنم. و اون سالا هم خیلی قهوه مثل الان به صورت حرفه‌ای دنبال نمیشد. در واقع میشه سالهایی که ما قهوه فرانسه رو توی اون کاپای هتلی سفید میدادیم و با دستگاه اسپرسو در واقع قهوه فرانسه میدادیم. درست. اینا اون موقع ها بچه‌هایی که قهوه میخورن یادشون میاد حتما. حالا یه مبحث دیگه‌ای داریم، حالا بهش میرسیم بعد از همین صحبتمون. الان بهمون بگو که خیلی خلاصه بخوای بگی، زیاد بازش نکنیم فعلا، چی شد که گفتی علیرضا من میخوام کار کافه رو امتحان بکنم؟ اون وایبی که اون لحظه من توی اون کافه داشتم احساسش میکردم. میتونی وارد جزئیات بشی؟ ببین اون هیاهویی که کافه داشت، اون اتفاقایی که داشت پشت کانتر میافتاد، اون حس و حالی که اون در واقع مهمون‌ها و مشتری‌ها توی سالن داشتن که ما هم جزء همونا بودیم و سرویس دهی که بهش میشد و در واقع به اون مهمونا میشد و کلیات اون کافه رو من خیلی دوست داشتم. یعنی اون اتمسفر کافه در واقع روی من اتمسفر به طور کلی شما رو جذب کرد، تاثیر گذاشت و دوست داشتم امتحانش کنم. در واقع دوست داشتم جزئی از این قضیه باشم، از نزدیک ببینی چه شکلیه. مثلا برم توی قضیه ببینم این تو چه خبره. این تو چه خبره. یه سیر چجوری بگم، فعالیتایی که تو زمینه قهوه داشتی از همون روز تا به الان رو خیلی تیتروار بخوای بهمون بگی، مثلا این سال باریستا بودم، این سال با رست آشنا شدم، اینا چی بوده؟ ببین از سال حدود 90 تا 96 کلا باریستا بودم و کارهای مربوط به باریستایی و حالا مدیریت داخلی کافه و چند تا راه اندازی کوچولو و آموزش و این داستانا رو انجام دادم. سال 96 ولی قضیه رست برام اتفاق افتاد که با کارخونه قهوه پروشات بود و من اونجا استخدام شدم و اونجا رست رو در واقع تجربه کردم. درست. آره. و دیگه راجع به این تایملاین کاریت بیشتر نمیتونی برامون توضیح بدی؟ بعد از در واقع کارخونه پروشات که فکر می‌کنم 2 سال باهاشون همکاری داشتم که واقعا 2 سال خیلی خوب بود. من از خانواده خدیوی خیلی چیزها یاد گرفتم، فقط مربوط به قهوه نبود، خیلی چیزهای خوب توی کار یاد گرفتم. بعدش مدیریت یک شرکت رو داشتیم که در واقع کارهای واردات دانه سبز قهوه رو انجام میداد، یه سری تجهیزات و دستگاه رو انجام میداد. بعد از اون شرکت من سعی کردم در واقع کار خودم رو یه مقدار مستقل کنم و برند 29 رو
برای خودم راه انداختم و دیگه از اون موقع تا حالا که تقریبا میشه 2 سال خورده پیش 2-3 سال پیش برند 29 دارم و تولید قهوه رو با این برند دارم انجام میدم. خیلی عالی. پس یه 2 سال 3 سال داره ازش میگذره. آره تقریبا. به دوست داری ایده نامگذاریشو بهمون بگی چیه؟ 29 درجه شمالی مختصات جغرافیایی شیرازه. شیراز توی مدار 29 درجه شمالی در واقع قرار گرفته. به همین دلیل اسم 29 خیلی هم جالب. مرسی. خب این مقوله‌ای که می‌خوایم بازش بکنیم ببین برمیگرده دقیقاً به همون صحبتی که گفتی، اتمسفر اونجا منو جذب کرد. اینکه من وارد این کاره شدم. خب دوست دارم اینو بیشتر باز بکنیم، ببریمش سمت فرهنگ، سمت طرز فکر، نگرش، چیزای این شکلی. ببینیم چی میشه که من، شما، چند نفر دیگه یه وجه تشابهی، یه وجه اشتراکی این وسط داریم که هممون به جای شغل‌های دیگه رفتیم به سمت شغل کافه توی هر سکشنش. خیلی‌ها هنوز میزبانن، دوست دارن کارشونو، خیلی‌ها باریستان دوست دارن کارشونو، همه اینها. اینکه چجوری میتونیم به نظرت اینا رو به هم ربط بدیم؟ ماها چه وجه اشتراکی داریم که هممون کشیده شدیم به این سمت، نرفتیم سمت کارهای دیگه؟ ببین کلا توی سیستم کار کافه من فکر میکنم چیزی که مهمه و باید بهش دقت کنیم اینه که دسته‌بندی کاری که داریم انجام میدیم یک کار خدماتی حساب میشه. حالا دندون پزشک هم کارش خدماتیه، ما که تو کافه کار میکنیم هم کارمون خدماتیه. در واقع ما داریم یک خدماتی رو که طراحی شده به نحو احسن انجامش میدیم و اون خدمات رو ارائه میکنیم. من فکر میکنم این وجه تشابهی که ما همه کسایی که توی این کار هستیم داریم در واقع اینه که دوست داریم خدماتی رو که در واقع به شکل خوبی طراحی شده رو بتونیم به نحو احسن به مهمان و مشتریمون ارائه بدیم. من فکر میکنم اینا رو ما دوست داریم و داریم از این لذت میبریم. خب نمیتونیم اینو ربط بدیم مثلا به برونگرا بودنمون؟ حالا من شما رو تا حدودی میشناسم، میدونم مثل خودم برونگرا هستی. من برونگرا هستم ولی درونگرا بودم. آره منم دقیقاً همین جوری بودم. ببین دقیقاً این صحبت‌ها نکته همینه. دوست دارم به یه چیز جذاب این وسط برسیم، چون با هر کسی که من مصاحبه کردم صحبت میکنم، خب به یه چیزهای مشترک، یه وجه اشتراکایی میرسیم. خب و همه هم تقریبا نمیدونم تو تایم دانشجوییشون تقریبا کشیده میشن به سمت این کار. دوست دارم ببینم نظرت چیه راجع به این قضیه؟ شاید واقعا یه دلیلی داشته باشه دیگه. ببین اکثر کسایی که فکر میکنن وارد این کار میشن به عنوان یک شغل پارت تایم بهش نگاه میکنن و فکر میکنم روزهای اول هم فکر میکنن که توی این شغل نمیمونن. دانشگاهشون تموم میشه، توی اون رشته و تخصصی که در واقع درس خوندن کارشون رو ادامه میدن. یه عده‌شون قطعاً از این کار میان بیرون، اما کسایی که میمونن کسایی هستن که از این کار لذت بردن. و فکر میکنم اینجوری با قضیه نگاه بکنیم که کسایی که از این کار لذت بردن توی این کار موندن و ما الان دوستایی که میبینیم، همکارایی که میبینیم، کسایی هستن که همه دارن از این کار لذت میبرن وگرنه تا حالا از این کار رفته بودن بیرون. کاملا درست. آره. بعد حس می‌کنی توی ماها این قضیه خیلی بولد باشه شاید که دیدن اون حس خوبه برامون مهمه، یا ببخشید یا یه وسواسی شاید ماها داریم روی خدماتی که داریم میدیم که طیف افرادی که ما این خدمات رو داریم بهشون ارائه میدیم کیا هستن. شاید اون جامعه‌ای که کافه برو هستن و اهل کافه گردی هستن اونها هم شبیه ما هستن و در واقع اونایی که لذت میبرن از این فضا همونایی هستن که در واقع همین طرز فکر این شکلیه رو دارن. ببین وقتی که ما در مورد جامعه کسایی که کافه رو هستن صحبت میکنیم باید در مورد کافه هایی که این جامعه دارن ازشون استفاده میکنن هم صحبت بکنیم. در واقع من فکر میکنم اینجوریه که همه کافه ها رو برای شخص من یا شخص شما درست نکردن. هر کافه‌ای بر اساس یک جامعه هدف درست شده، داره یک سری خدمات رو به یک جامعه هدف خاص میده. حالا من اسم نمیبرم ولی خب حتما خودت الان تو ذهنت هست کافه X و کافه Y کلا سیستم مشتریاشون با هم دیگه متفاوته
و اینکه اون شخصی که داره توی اون کافه کار میکنه و داره اون خدمات رو ارائه میکنه آیا لذت میبره از تعامل با این جامعه هدف یا لذت نمیبره. بعضی وقتا اون شخص کافه‌شو که عوض میکنه لذت بیشتری از کار میبره، شاید ندونه چرا، ولی اگه بهش دقت کنه میبینه آره من توی این اشخاصی که اینجا هستن، تو خدمات دادن به این اشخاص دارم لذت بیشتری میبرم. یه قضیه دیگه که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، ادامه دهنده همین صحبتایی که تا الان داشتیم، یه حرفایی رو میشنوی مثلا اینجوریه که بابا شیراز رو مثال میزنم، مثلا شیراز دیگه همش داره میشه کافه، چی بسه دیگه، مثلا این بر کافه اون بر کافه. عقیده شخصی خودمو میگم، بعد نظر تو رو آره من به نظرم به اندازه تک تک آدم‌هایی که وجود دارن خب و شیراز زندگی میکنن یه سلیقه، یه طرز فکر و یه نگرشی هست و همه اون آدم‌ها اگر دوست داشته باشن کافه بزنن میتونن کافه خودشون با کانسپت خودشون و اون جوری که میخوان اون سرویس رو ارائه بدن داشته باشن. حالا نظرت راجع به این حرف چیه کلا که کافه زیاد شده؟ ببین گفتم کافه یک کار خدماتیه. توی سیستم های خدماتی به نظر من مثلا یه لیگ فوتباله، یک سری تیم هستن که یه سری تیم هم ممکن از لیگ پایینتر به اون لیگ بالاتر اضافه شه و میان یک فصل رو با هم دیگه مسابقه میدن. تیم هایی که بالا هستن سر جای خودشون میمونن، تیم هایی که پایین هستن حذف میشن و جای خودشون رو میدن به تیم های لایقی که میخواد جایگزین اینا بشه. توی کارهای خدماتی من فکر میکنم این داستان صادقه. ما از تعداد زیاد کافه ها نباید بترسیم. ما چیزی که میتونه نگرانمون بکنه اینه که کافه ها به سمت اشتباهی برن، خدمات به سمت اشتباهی برن. حالا اینجا یه موضوعی پیش میاد که اشتباه و درستشو کی میخواد در واقع مشخص کنه؟ من فکر میکنم مشتریایی که دارن از اون خدمات استفاده میکنن خودشون اشتباه و درستش رو مشخص میکنن. ما به عنوان اعضای در واقع خدمات رسانی باید بهترین خودمون رو سعی کنیم بذاریم، بسته به برهه‌ای که داریم کار میکنیم اون خدمات رو طراحی کنیم، خدمات جدید رو طراحی کنیم و در واقع دوستایی رو آموزش بدیم که بتونن اون خدمات رو اونجوری که باید ارائه بدن. پس یه جورایی با هم موافقی که خب این اتفاق میفته و اون مشتری هایی که قرار مراجعه بکنن به کافه اونهان که تفکیک میشن، یعنی بسته به سرویس تو مشتری هم تفکیک میشن. آره. شاید من دوست نداشته باشم بیام کافه تو لیوانی که میذاری مثلا سر میز من دوست دارم دستش سمت راست باشه، تو رعایتش نمیکنی، خب نمیام کافه تو، مشکل پیش نمیاد. وسط صحبتات یه جایی گفتی که درست و غلط رو نمیتونیم تعیین بکنیم، حالا یا کافه ها باید البته اینم گفتی که کافه ها باید حواسمون باشه به سمت اشتباهی نرن. به نظرت توی این سیر تکاملی که داشته از تایم که خودت شروع کردی بگو به این سمت رفته، سمت اشتباه یا به سمت درستی رفته؟ تا قبل از دوران کرونا من فکر میکنم که داشت یک سیر خوبی رو میرفت، اما دوران کرونا کلاً خدمات رسانی رو تو کافه ها شکلش رو عوض کرد و چون یک مقدار این زمان طولانی شد دوستانی که از این خدمات استفاده میکنن هم توقعشون از کافه ها در واقع عوض شد. فکر میکنم الان هم داره کم کم دوباره میره به سمتی که یه مقدار این خدمات درست‌تر بشه و استانداردهای خودش رو دوباره بگیره. حالا من میبینی کلاً صحبتی که در مورد خدمات میکنم فقط در مورد قهوه نیست، حتی نوع ارائه اون قهوه هم مهم. الان فکر میکنم با این وضعیت حالا گرونی ها و این داستان ها ما وقتی از خدمات صحبت میکنیم باید هزینه خدمات رو هم در نظر بگیریم. میخوام بگم که الان هم ما توی دوره خاصی هستیم، باز باید بشینیم و خدماتی که میخوایم بدیم رو در واقع بهینه بکنیم و کاستومایزش کنیم تا بتونیم خدمات مناسب الان رو ارائه بدیم. من فکر میکنم یه بازه‌ای، حالا برای اینکه جواب دقیق داده باشم به سوال، یک بازه‌ای توی دوران کرونا و کمی بعد از کرونا یک مقدار کل خدمات دهی و سرویس دهی دچار مشکل شد و
به خاطر حالا اون اتفاقایی بوده که افتاده، اما الان داره دوباره راه خودش رو باز میکنه و این اتفاق داره دوباره درست میشه. خیلی عالی. یه ذره اون تایم کرونا رو، چون بالاخره اون عقیده شخصیت دیگه، میخوام برامون بازش بکنی بیشتر که به نظرت چه انتظارهایی داشتی توی کرونا برآورده نمیشد، بعد از کرونا دوباره داشت شکل میگرفت؟ ببین کرونا که یه مشکل بزرگ که داشت این بود که معلوم نبود تا کی ادامه پیدا میکنه. یعنی فکر میکنم این بیماری که اومد ما نمیدونستیم یه هفته است، 10 روزه، یه ماهه، 6 ماهه و این طولانی شدنش غیر قابل پیش بینیش میکرد. و حالا چیزی که در مورد خدمات هست اینه که من فکر میکنم توی کافه یک ارزشی باید برای اون نوشیدنی قائل شه. الان اگر من توی کافه‌ای که حالا توی طراحی اون خدمات دخیل هستم دارم لیوان کاغذی در واقع انتخاب میکنم برای سرویس دهی، میگردم بهترین لیوان کاغذی که بو نده و اون دما رو بتونه خودش نگه داره رو پیدا میکنم. توی کرونا وقتی که همه چی رفت سمت تیک اوی و در واقع پیپر کاپ، این چیزا دیگه بهش دقت نشد. یعنی ما بارها شده توی یک لیوان کاغذی قهوه‌مون رو خوردیم و کلی طعم کاغذ و چسب و این داستانا داشته، دمای قهوه به سرعت افت کرده و حالا اتفاقایی که افتاده. این به عنوان مثال دارم میگم و اینو بخوایم بستش بدیم کلی اتفاقای دیگه هم هستش که توی اون خدمات رسانیه در واقع پیش میاد. یعنی بیشترین چیزی که توی ذهنت هست اینه که معلوم نبوده این دوره و این مشخص نبودن و بلا تکلیفی تأثیر مستقیم روی سرویس در واقع از یک شرایطی وارد یک شرایط سخت شدیم و بعدش رفتیم توی شرایطی که فقط می‌خواستیم بقا پیدا بکنیم، فقط می‌خواستیم اون کافمون رو نگه داریم. در واقع به بدترین حالت ممکن سختی اون شرایط رسیدیم و اگه اشتباه می‌کردیم کافه‌مون رو از دست میدادیم و اینا شد که و اگه اشتباه نکنم افزایش قیمت دلار هم داشتیم اون تایم. درسته؟ افزایش قیمت دلار که پس یه افزایش قیمت داشتیم، یه سردرگمی داشتیم و نمیدونستیم چه جوری این اتفاقا داشت میافتاد و افت شدید سرویس دهی کیفیت حالا بقیه چیزها، کیفیت مواد اولیه، تامینشون. از نظر نوع مشتری و در کل کسایی که مراجعه میکنن یه دید عام میخوام داشته باشیم به این قضیه. الان سرویس دهی خاص و سلیقه شخصی رو در نظر نگیریم، طیف افرادی که الان کافه برو هستن، میرن قهوه میخورن یا میگردن و اینها، خیلی تغییر نکرده نسبت به قبل یا این میتونه یه سیر خوب باشه به قول خودت، به سمت خوبی داره میره به سمت بدی داره میره؟ از لحاظ تعداد که خب مشخصه که تعداد افرادی که مخاطب کافه ها هستن در واقع افزایش پیدا کرده. باز میگم این که ما بخوایم یه سنگ محکی داشته باشیم که بگیم خوب یا بد این وسط چیه، این سنگ محکی وجود نداره. یعنی من نمیتونم بگم که به نظر من این طیف مشتری که در کافه شما میاد مشتری های خوبی هستند یا این طیف مشتری های بدی هستند و در واقع استفاده کننده از اون خدمات شاید نمیتونیم بهش بگیم بد بخواد براش تعریفی داشته باشه. من بیشتر حالا دوست دارم که این بحث رو ببریمش یه سمت دیگه. خب اینکه مخاطب‌های خاص یک کافه رو با یک کافه دیگه مقایسه بکنیم، نه، اینکه افرادی که الان به کافه ها مراجعه میکنن خب یه چیزیه که ملموسه و هممون دیدیم، یه سبک جدید مارکتینگ اصلا راه افتاده. یعنی این هزینه‌ای که برای دکورها داره میشه الان خودش یه هزینه است که قرار بازگشت سرمایه داشته باشه. چرا؟ چون از المان‌هایی استفاده کردن، چه مینیمال چه شلوغ، که اون مشتری عکس بگیره و پخش بکنه این رو توی فضای مجازی و مشتری‌ها شاید بیشتر الان دنبال این باشن که ارتباطه رو بگیرن نسبت به اینکه یه فضای دنج داشته باشن بشینن. من فکر می‌کنم از این بابت میتونیم یه مقایسه داشته باشیم از سال 95 به این ور و این ورش. اوکی. خب بیا اینو اینجوری نگاش کنیم که این هم جزئی از خدمات اون کافه است. ایجاد بستری مناسب برای عکس گرفتن شما در اون کافه یا ایجاد بستری مناسب برای منی که دوست دارم توی جای خوشگل تعامل داشته باشم با دوستم، حالا
که میخوایم اون تایم رو با هم دیگه بگذاریم. اگر اینم جزء خدمات اون کافه در واقع در نظر بگیریم، فکر میکنم که اتفاق بدی نیفتاده، اتفاق خوبی افتاده. در واقع ما گستره خدمات دهیمون رو توی کافه ها افزایش دادیم و نتیجهش این شده که اون توقعی که مخاطب داره از ما هم در واقع بیشتر شده و این اتفاق بدی نیست و خیلی هم اتفاق خوبیه. دقیقاً می‌خواستم به همین برسم که اینکه تو ذهنت بود سیر تکامل کافه خوب یا بد یا آره یه افتی کرد توی کرونا، بعد دوباره داره جون خوب میگیره میشه و داره، که منظورم امروز نیست، توی حالا ماه‌ها و سال‌های اخیر داره رفته بهتر میشه. به نظرت الان چه فعالیت‌هایی کلاً چه توی کافه چه خارج از کافه میتونه کمک بکنه چون ببین هر کسی که توی این صنفه داره کار میکنه، هر صنفی هر شغلی دوست داره که شناخته تر بشه، دوست داره بیشتر راجع به کارش بدونن. چه فعالیت‌هایی میتونه به این قضیه کمک بکنه؟ ببین این که ما توی یک کافه تو چه پوزیشنی هستیم باید اول این مشخص باشه. مثلا بیا باریستا رو مثال بزن. یک باریستا چجوری میتونه در واقع این چیزی که تو میگی رو در واقع افزایش بده و خودش رو به بقیه در واقع بیشتر نشون بده؟ اول که من یه چیزی رو بگم، این که ما دوست داریم خودمون رو به بقیه نشون بدیم و دوست داریم بقیه ما رو ببینن یک چیز کاملا طبیعیه. یک مقدار تو فرهنگ کلاسیک جامعه ما این در واقع منافات داره با اون فرهنگ کلاسیک، ولی به نظر من یه چیز طبیعیه. همه ما آدم‌ها دوست داریم که دیده بشیم، دوست داریم کاری بکنیم که دیده بشه، دوست داریم بابت اون کار تشویق بشیم. اون لبخندی که رو لب یه مشتری در اثر اون اسپرسویی که من بهش میدم میتونه بشینه هم میتونه یک تشویقی باشه. من فکر میکنم از لحاظ علمی یک مقدار باریستا بتونه خودش رو دیولپ کنه و این دیولپ کردن به صورت شخصی نباشه، در واقع توی یک گروه باشه، فقط برای خودش نه، فقط برای خودش نباشه در واقع. و این گروه باعث میشه که تو یه سری جاهایی هم که اشتباه میکنی یک نفر باشه بهت گوشزد کنه، بگه نه اینجاش اشتباهه، راه درست و مثلا نوینش اینه، و این کارا رو اول بتونه برای خودش انجام بده. بعدش میتونه از بستر مختلف استفاده بکنه و تولید محتوا کنه. روی تولید محتواش هم خیلی نمیخواد حساس باشه، یه تولید محتوای عمومی بکنه و در واقع از این دیده شدن لذت ببره. و چقدر اینو قبول داری که کافه دار و کلا اون محیط کافه باید اینو توی ذهنش داشته باشه که فرهنگ قهوه، خب که آقا شما مثلا اگر یه مشتری هستی که هر روز میخوای صبح زود که بلند شدی داری میری سر کار از کافه من یه خرید بزنی، کافه های کامرشال‌تر رو بهت معرفی بکنم چون فقط یه کافه این میخوای بیای بری، یا نه باید یه سیاستی داشته باشی که من باید یه قهوه خیلی تخصصی بهت بدم و برات سرو بکنم که تو نه تنها قهوه روزانه‌تو داشته باشی بلکه قهوه اسپشیالتی هم داشته باشی. این سیاست‌ها به نظرت کدومش بهتره و اینکه کافه دار چقدر نقش داره اینکه جا بندازه این فرهنگو، هم به دلیل اینکه خب کسب و کارشه دیگه، کسب و کارش رونق پیدا بکنه و همین که مردم آشنا بشن با این زمینه. ببین کافه دار در مقام کافه دار بودنش باید یه بیزنسمن باشه و باید به فکر بیزینسش باشه. حتی اگه منی که یک باریستا هستم، منی که یک روستر هستم، هم یک روز در واقع کافه خودم رو بزنم، وقتی که من در جایگاه کافه دار و اونر اون کافه هستم باید از لحاظ بیزینسی اون کافه رو بررسیش بکنم. در مرحله بعد باید بیام از لحاظ تخصصی قهوه اگر خود من اون کافه رو دارم بررسیش بکنم. چیزی که وجود داره، ما داریم الان که صحبت میکنیم فکر میکنم دلار 93 4 5 تومن یه همچین عددی باید داشته باشه. خب توی دلار انقدری یه قهوه اسپشیالیتی رست شده حدوداً چقدر میشه؟ فکر میکنم بالای 5-6 میلیون تومان، یعنی از 5-6 میلیون تومان به ازای هر کیلو باید این قیمت شروع بشه. خب من این قهوه رو میخوام توی کافه سروش کنم. این که میخواد سرو شه چه مقدار پرتی داره برای دوزینگش. اوکی؟ حالا اونم من میارم روی قیمتش و یه قیمتی رو براش در نظر میگیرم. این قهوه‌ای که الان قرار دست شما بیاد با نمیدونم به طور مثال میگم، حالا این باید دقیق حساب شه، با شاتی 300,000 تومان 400,000 تومان برای شما مصرف کننده چقدر توجیه داره؟ مصرفش در طول هفته برای شما چند شاته و این چند شات تو کل مصرف قهوه اسپشیالیتی این شهر چند تاش به کافه من میرسه؟ اوکی، این به عنوان یک نفری که
میخواد از دید بیزینسی در واقع به این قضیه نگاه کنه. درست. بیا ببخشید بیا اینو بیام سراغ اون تخصصیه. بیا چیزش بکنیم، بیا اینو باز نکنیم فعلا چون بعدم میاد اسپویل بشه اصلا یه داستانی، چون راجع به این قرار صحبت بکنیم. خب بیا بیشتر راجع به این امر و این فرهنگ سازی کردن قهوه صحبت بکنیم توی نقش کافه دار. توی نقش کافه دار. الان من می‌خواستم بیام یه مرحله جلوتر بگم اوکی من الان مدیر داخلی یا مدیر بهره برداری از این کافم، الان نقش من چیه توی این قضیه؟ نقش من اینه که بیام یک بستری رو در واقع ایجاد کنم که تعداد شات بیشتری از کل مصرف کننده قهوه تخصصی این شهر رو برای کافه‌ای که دارم ازش بهره برداری میکنم جذب کنم. حالا بیایم یه پله جلوتر. من به عنوان باریستا باید چیکار کنم؟ من به عنوان باریستا باید بتونم از اون قهوه درست عصاره‌گیری کنم. قهوه های اسپشیالیتی عصاره‌گیری سخت‌تری رو دارن. پارامترها و المان‌های بیشتری توی رسیدن به اون گلدن کاپشون در واقع دخیل میشه. ما خیلی وقتا قهوه تخصصی میخوریم به خاطر پتانسیلی که اون قهوه داره، فلیورهای خوبی رو ازش در واقع توی دهنمون میسنجیم و در واقع حس میکنیم. اما از طرفی اتفاقی که میفته اینه که میبینیم خب این عصاره‌گیری میتونست بهتر بشه. این عصاره‌گیری از لحاظ سنسوری من داره این باگ ها رو مشخص میکنه. یه پرانتز باز بکنم. ببین چون حس میکنم از موضوع بحثمون یه ذره داریم میریم حاشیه. خب بکن میخوام بیشتر راجع به فرهنگ سازی صحبت بکنم، یعنی این که تیم مارکتینگ اون کافه یا خود کافه دار چه سیاستی داره خب که توجیه بکنه قهوه رو. آقا مثلا میگم ما شاید بتونیم با هزینه‌ای که بابت یه شات قهوه داریم پرداخت میکنیم خوراکی بگیریم. چه توجیهی رو برای مشتری ایجاد میکنه که این هزینه رو پرداخت بکنه و قهوه بگیره؟ متوجهی؟ آره. یعنی ببین کامل محصول و پروداکتی که داره رو چجوری پرزنت میکنه. من الان یه چیزی رو خیلی واضح بهت بگم، من خیلی طرفدار قهوه تخصصی در مارکت حال حاضر ایران نیستم. من یه بازی رو برای محصولات خودم هم قهوه تخصصی رو موجود میکردم، الان چندین ماه دیگه موجود نمیکنم و یه جورایی در برهه‌ای که هستیم از قهوه تخصصی و گسترشش تو بازار یه کمی ناامیدم. راجع به فرهنگ سازی که صحبت میکنم خب نکن میخوام نظر شخصی تو بدونم، حتی اگر مخالف قهوه های اسپشیالیتی من مخالفش نیستم، من دوست دارم قهوه اسپشیالیتی دوست دارم که مصرف کنم، اما اگر میخوام تولیدش کنم باید یک فرایند تولیدی رو داشته باشم، تامینش هست، فروشش هست، بازارش هست. برای شمایی که خریدار قهوه هستید که یک کافه هستید میخواید برای من قهوه رو بخرید، از من قهوه رو بخرید، باید براتون اینو توجیهش کنم. درست. من حالا اینو توضیح بدم، دقیقاً همین توجیه رو من میخوام. خب توی برندهای خارجی ما کافه هایی رو داریم که فقط و فقط برای هر سرویسشون قهوه‌های سرددم، قهوه‌های برپای اسپرسو همه دارن قهوه اسپشیالیتی کار میکنن. چرا؟ چون توجیه اقتصادی براشون داره و ارزششون در واقع ارز با ارزشه. من جمله درست بود یا نه؟ آره. اینو قبول دارم. ولی بیا یه نظر شخصی بدیم، با وجود اینکه برای مارکتینگ شاید الان تو مارکت حال حاضر موافق قهوه اسپشیالیتی نباشی، ولی چه ایده‌ای به ذهنت میرسه که کافه دار، روستر، هر کسی این توجیه پذیری رو برای مشتری داشته باشه این قهوه، این پروداکت که یک کاپ 500,000 تومان 600,000 تومان قهوه رو مصرف بکنه و راضی باشه؟ از لحاظ مالی هیچ توجیه پذیری رو من نمیتونم براش در نظر بگیرم، اما بعضی کارا لزومی نداره که شما ازش یه فیدبک مالی خوب بگیری، یعنی اصلا رو توجیه اقتصادی شما کار نمیکنه. اگر یه کافه داری باشه که اوکی بگه من روی فیدبک مالیش هیچ صحبتی ندارم و اصلا نمیخوام از لحاظ مالی این قضیه رو بررسی کنم، اوکی اون وقت ما میتونیم در مورد این قضیه باهاش صحبت بکنیم. من فکر میکنم اول از همه باید برای مشتری ها این قضیه رو باز کنه که وقتی داریم از فلیور قهوه صحبت میکنیم داریم از چی صحبت میکنیم و یه دوره‌های سنسوری کوچولوی در واقع به درد مخاطب عام بخوره کوچولو مثلا بتونه به صورت ایونتی
توی کافهش برگزار کنه و مشتری‌ها یه مقدار با این قضیه بیشتر آشناشن. بعدش میتونیم یه سری دوره‌هایی مربوط به دوره، حالا میگم دوره منظورم هم ایونت و گرد همایی و که چند نفر دور هم باشیم فقط صحبت بکنیم در موردش، در مورد پروسس‌های مختلف قهوه صحبت بکنیم که اینا چه تاثیرات طعمی میتونن بزنن. اینا میتونه جذابیت برای مخاطب در واقع اون قهوه نوش ایجاد بکنه و از این راه‌ها میشه استفاده کرد که این راه‌ها هم شما میتونید انجام بدی، یا آزمون خطا بکنی، فیدبکش رو بگیری، اصلاحش کنی و هی بهترش بکنی. خیلی عالی. بهتر شدن بدون فیدبک گرفتن نمیشه و فیدبک گرفتن بدون استارت یک کار انجام نمیشه. پس استارتش بزن، فیدبک تو بگیر، دیولپش کن و مسیر تو ادامه بده. قطعا. خیلی عالی. بیا راجع به قهوه صحبت بکنیم. یکی از حالا وارد سنسوری که میشی، یکی از تأثیراتی که میذاره روی حافظه سنسوریت اون قهوه، میخوام یه رجوعی بکنیم به حافظت و ببینیم بهترین قهوه‌ای که تا الان خوردی چی بوده، از یه پروداکتی که توی یه کاپ بهت دادن، یه جایی رفتی، تا یه بین سبزی که خودت مثلا باش کار کردی، تستش کردی. من یکی از تاثیرگذارترین قهوه هایی که تو زندگیم خوردم یک قهوه‌ای بود که خودم رستش کرده بودم و این قهوه اصلا اسپشیالیتی نبود و یک اتیوپی بود و این اتیوپیه به شدت در واقع طعم گل یاس رو تو یکی دو روز بعد از رستش میداد و بعد 2 روز کامل. توی یکی دو روز یکی دو روز بعد از رستش توی کاپینگش و اون اسپرسویی که حالا ما ازش میگرفتیم. شناسنامه قهوه رو بهمون نمیدی؟ اصلا اسپشیالیتی نبود، اصلا سینگل اوریجین، حالا به کامرشیال نزدیک بود در واقع و اون طعم در واقع یاس تو ذهن من همیشه نچرال بوده. نچرال بود. نچرال. و اون طعم یاس واقعا همیشه تو ذهن من موند. یک سری قهوه هم باز موجود کردیم که واقعا اثر هنری آقای ویلتون بنیتز بود و یه سری پروسس تخمیری و ترمال شاک داشت، انیروبیک و ترمال شاک بود. اونا هم خیلی قهوه‌های پیچیده و عجیب غریبی بودن. هرچی هم از رستشون میگذشت قهوه‌های بهتری میشدن و بعضی از پک‌ها رو که ما تو شرایط خوبی هم نگه نمی‌داشتیم باز اونها هم ویژگی‌های خیلی خوبی از خودشون نشون میدادن. من فکر می‌کنم 3 تا یا 4 تا قهوه مختلف از آقای ویلتون بنیتز خوردم که کلمبیا هستن همشون. اونا قهوه خیلی عجیب غریبی بودن که آره اخیراً خوردم. و قهوه‌ای که خودم تو فرآیند تولیدشون معمولاً دخیل بودم بیشتر تو ذهنم میمونن، چون رستشو میدونم چی کار کردم. آره تو کاپینگش میدونم چه اتفاقی افتاد و اون اتفاقی که افتاد رو میشه آوردش روی در واقع نمودار رست، اصلاحش کرد، اون در واقع فلیورها و شخصیت‌هایی که می‌خوایم رو بیایم تشدید کنیم، اون چیزایی که نمی‌خوایم رو بتونیم کمتر کنیم. و وقتی که تو این کارا رو با رست در واقع بچ بعدی رستت انجام میدی و می‌بینی فیدبک گرفتی ازش و اون چیزی که خواستی در واقع اتفاق افتاده، خیلی خوشحالت می‌کنه. یه ذره راجع به رست هم با هم صحبت بکنیم. خب چه چالشایی رو داشتی؟ بعد اینجوری بود رست برات که از یه محیط شلوغ وارد یه کارگاه رستری بشی؟ افسرده شدی؟ نشدی؟ افسرده نشدم، زندگیم کلا سیستمش عوض شد. آره توضیح بده برام. من فکر میکنم اکثر باریستا، حداقل اکثر باریستایی که من دیدم دوست دارن که رسترشن، یعنی رستر شدن رو یک لول اپ در کارشون میدونن. میخوام به همشون از همینجا بگم که این اتفاق نمیافته. رست و رستینگ یک قضیه جداست، اصلا از فیلد کاری شما خارج میشه، وارد یک کار دیگه میشه. شما وارد یک کار صنعتی و تولیدی میشید، از کار خدماتی کلا خارج میشید و وارد فیلد صنعتی و دقیقاً به این فکر کردم که شاید باریستاهایی که بیشتر درونگرا هستن کمتر اعصاب همه مشتری رو دارن، چون به نظر من همیشه اینو گفتم یاد گرفتن کار با اون تجهیزات که الان جلوی توه، خب یه کار 1 ساعت اون دفترچه راهنمای دستگاه خوندن است، خب و قهوه‌ای که داری تو سرو میکنی توی اون کافه شاید بعد از 6 ماه عوض بشه. پس تو 6 ماه داری باز
یه کاری رو انجام می‌کنی. بدی. اوکی، پس این گارده رو دوست داشتم که حالا یکی از قسمتایی که تو این برنامه با خیلی هم صحبت کردیم راجبش، این گارده رو بیاریم پایین که مشتری میاد و یه اصطلاحی رو به کار میبره که تخصصی نیست و اون باریستا یه دید از بالا به پایین داره، انگار شاخ غول داره میشکنه، در صورتی که تویی که میدونی منظورش چیه میتونی بهش توضیح بدی 100%. و این میتونه خودش یه فرهنگ سازی توی زمینه قهوه باشه و یه ذره اطلاعات مشتریت رو میبری بالا و یه اعتمادی بین مشتری و خودت ایجاد میکنی این وسط. من همیشه تو بحث آموزش که هستیم به دوستایی که حالا دارن آموزش میبینن میگم شما اگر یک نفر میاد یک اشتباهی رو میکنه، این داره به شما یه جایزه میده. این جایزش اینه که اجازه میده که شما باهاش تعامل برقرار کنید، اجازه میده در مورد یه چیزی مهربانانه باهاش صحبت بکنی و تو میتونی اون مشتری رو جذبش بکنی و یه چیز جدید بهش یاد بدی. هیچ اشکالی نداره مشتری از اصطلاحات اشتباه استفاده بکنه. شما هم میرید تعمیرگاه از یه اصطلاح اشتباه استفاده یه قطعه‌ای رو میگی بعد حالا اون مثلا باید مسخرت کنه یا اگه مسخرت کنه ببین چقدر ناراحت میشی. دیگه اصلا اونجا نمیری. دقیقاً اوکی. حالا ادامه صحبتم می‌خواستم بهش ربط بدم، به همین قضیه صحبتمون ربطش بدم که اتفاقا اگر تو اون باریستایی هستی که زیاد اهل ارتباط گرفتن نیستی و شاید درونگراتری و اعصاب این صحبت‌ها رو نداری، شاید یه نفر بیاد بهت بگه که من حتی با کوچکترین چیز بگه من یه تک مثلا میکس خودتون رو میخوام و این جمله تو رو به هم بریزه، شاید تو اون آدمی هستی که برای فیلد رست مناسب تر باشی از نظر اخلاقی و رفتاری، چون شاید با کس خاصی در ارتباط نیستی، مشتری هی نمیاد بره رو مخت یا هر چیزی. ببین باز میگم یه شغل دیگه است. مثلا شما میتونی الان بگی که کسی که اینجوریه بره دستیار دندون پزشک بشه. خب اینم یه شغل دیگه است. حالا درسته رست و باریستایی یک مقدار بچه اشتراک با هم دیگه دارن. شما اگه باریستای خوبی باشی احتمالاً یه چیزایی رو بلدی، یه چیزای کوچولویی رو بلدی که بعد میتونه توی رست هم بهت کمک بکنه. اگر یک نفر میخواد رستر بشه واقعا باید تصمیم گرفته باشه که اون فیلد کاریش رو عوض بکنه. منظورم اینه که اگر یک نفر باریستا هست و میخواد رستر بشه باید اول تصمیم بگیره که من دیگه نمیخوام باریستا باشم، حالا هر دلیلی که برای خودش داره، و حالا میخوام برم رستر شم. حالا برای رستر بودنم باید چه چیزهایی رو یاد بگیرم. خیلی عالی. حالا اینو بیار شخصیش بکنیم. خودت میگی مثلا مسیر زندگیم کلا عوض شد. چه اتفاقایی اومد؟ اون جرقه‌ای که خورد که آقا من دیگه نمیتونم باریستا باشم به قولن. اون که من دیگه باریستا نبودم که یه بازه‌ای رو من راه اندازی آموزش انجام میدادم. بعدش در واقع همین آموزش هم باعث در واقع آشنایی من با آقای شیروژن شد و بعدش این پیشنهاد به من شد و قبلش هم من به رست علاقه داشتم، در موردش حالا مطالب و ویدیو و این داستان‌ها خونده بودم و وقتی که من وارد کارخونه پرشاد شدم یه آدمی بودم که از لحاظ تئوری رست رو بلد بودم، از لحاظ عملی رست رو اصلا بلد نبودم و وقتی که پشت دستگاه وایسادم دیدم که من رست بلد نیستم. دقیقاً همین چالش‌ها رو میخوام بهم بگی. اون بحث عملیش، این بحث این که از یه محیط شلوغ اومدی توی محیط ساکت، شاید یه سری چارچوب‌ها برات هست، شاید نتونی نمیدونم سیگار اگه میکشیدی نکشی، غذا نخوری، چیزای این شکلی. مثلا از این چالش‌ها بگو، عملیش، از سبک زندگی. 1 سال اولو من فکر می‌کنم هیچ کدوم از همکارا و دوستامو ندیدم، چون فکر می‌کنم 7 صبح شیفت کاری ما شروع می‌شد تا 2 یا 3 بعد از ظهر بود. بعدش من می‌رفتم خونه، ویدیو نگاه می‌کردم، کتاب می‌خوندم در مورد رست. 1 سال اول واقعاً به این شکل گذشت و من فهمیدم که تو وقتی که 1 سال از بازار، حالا این 1 سال گذشته و من دوباره میخوام برگردم تو بازار، الان من رستری شدم که میتونم محصول در واقع تولید بکنم، حالا میخوام محصولاتمو در واقع پرزنت کنم و فهمیدم 1 سال که تو بازار نباشی چه اتفاقی برات میفته و کلی دوست جدید، آدم جدید وارد بازار میشه، کلی از دوستای قدیمی تو اصلا یادشون رفته و این هم خودش چالش جدید رو در واقع به وجود میاره. من فکر میکنم اگر کسی تو موقعیت اون روز من قرار میگیره سعی کنه تعاملاتش رو هم نگه داره. تو کار ما تعامل داشتن از همه چیز که نه، اما 1% خیلی زیادی
خیلی حائز اهمیت خیلی این قضیه. تعامل داشتن واقعا مهمه. درست. حالا این موضوع رو حالا نمیخوام دیگه خیلی تکراری بشه چون تو اپیزودهای قبلی هم صحبت کردم راجبش. بیا یه ذره گذرا و کلی‌تر در نظر بگیریم که توی سال جدید، حالا برنامه انشالله بتونیم توی عید شروع بکنیم آپلود کردنش. توی سال جدید ما یک مقوله‌ای رو داریم که همه داریم راجبش صحبت میکنیم، افزایش جهانی قیمت قهوه. بله. و افزایش دلار، قیمت دلار، ارزش دلار. و در واقع ما ممکنه که تا حدود خیلی زیادی بین هایی که قراره باشون کار بکنیم بین هایی هستن که شاید کیفیت کمتر و قیمت بیشتری داشته باشن. یعنی کلاً قراره کیفیت بیاد پایین. اوکی؟ تحلیلی که روی بازار جدید داری، حالا فقط شیراز هم در نظر نگیریم، توی ایران بیشتر از قبل ما به سمت قهوه‌های کامرشال میریم و قهوه‌های اسپشیالیتیمون رو میذاریم برای یه قهوه لوکس و کسی که قهوه خوره بیاد یه کاپ دمی ازش داشته باشه یا یه شات اسپرسو ازش بگیریم. یا اینکه هنوز یه توجیهی میتونه وجود داشته باشه، بعضی از برندها با توجیه کردن قهوه‌های اسپشیالیتیشون بخوان کلا تخصصی کار بکنن. ببین تجربه من از سال 96 که دارم کار رست رو انجام میدم به من میگه که کیفیت قهوه با افزایش قیمت دلار، حالا جهانیشو کار ندارم، با افزایش قیمت دلار در ایران کیفیت گرین بین میاد پایین و دست من رستر نیست، دست وارد کننده گرین بینه. اونه که تصمیم میگیره چه گرین بینی رو با چه قیمتی تو چه شرایطی وارد کنه و به ما بفروشه. ما همواره داریم گرین بین گرانتری رو میخریم و دوست داریم اگر که یک گرین بین رو میخریم x تومن، x به علاوه چند 10,000 تومن یا حتی چند 100,000 تومن رو پرداخت کنیم و کیفیتمون رو بیاریم بالاتر. ولی الان تو شرایطی که وجود داره گرین بین جز چیزی که توی بازار هست وجود نداره و یک کمی دست ما بسته میشه. کیفیت قهوه کامرشال دست وارد کننده در واقع گرین بینه. حالا تو بحث تخصصی یه مقدار قضیه فرق میکنه. قهوه های تخصصی رو میشه حالا یه جورای دیگه هم تأمین کرد که از دست اون در واقع اون سیستم وارد کننده گرین بین حالا یه مقدار بیرون باشه. حالا روش های تأمینش هم که دیگه من نمیگم، خودتون میدونید. ولی چیزی که هست اینه که من فکر میکنم باز هم بیشتر به سمت قهوه کامرشال میریم. یعنی اقبال عمومی به سمت قهوه‌ایه که قابل خریدن باشه. و ببین خیلی نمیتونیم بگیم اتفاق بدی باشه، خب چون بد هست، چون ماهایی که چندین سال تو این کار هستیم دوست داریم به هر حال همونجوری که خودمون طعم‌های جدید، کاراکترهای طعمی جدید رو دوست داریم امتحان بکنیم که شاید اون قهوه، اون فنجون بتونه ارضامون بکنه، چون تجربیات قبلیمون رو داشتیم. دوست داریم اینا رو انتقال بدیم به کسایی که بهمون مراجعه میکنن. پس این قسمت بد رو داره. اما کامرشال بودن خیلی میتونه به مصرف روزانه قهوه هم کمک بکنه. یعنی بعضا ما بتونیم افراد رو بیشتر سوق بدیم به سمت قهوه، اینکه روزشون رو مثلا حالا صبحونه رو خوردن میخوام برن سر کار، یه شات قهوه. من این قسمت بازار برام مهم‌تره. آره. بازار که میگم این قسمت این قضیه برام مهم‌تره. حالا اسم بازار که میاد شاید فکر بره سمت پول و درآمد، ولی بازار نه. بازار الان منظورم متاسفانه یعنی ماها کلا تو شرایطی که داریم زندگی میکنیم هر چی بیشتر داریم پیش میریم، این شرایط اقتصادی نه فقط کار قهوه رو میگم، کمتر دستمون رو باز میذاره، هی بسته ترمون میکنه. چون به قولن اگر مثال برندهای خارج از ایران رو میزنیم که دارن به هر سبکی که دوست دارن کار میکنن، دغدغه مالی ندارن. خیلی عامیانه و رک بخوام بگم دغدغه اجاره مغازه‌شون رو ندارن. متوجهی؟ الان باید یه سری سیاست‌ها استفاده بکنیم که آقا من اول اجاره‌مو در بیارم، حقوق پرسنل رو در بیارم. این نگرانی‌ها نمیذاره که این قضیه رو داشته باشیم. من فکر می‌کنم تو یک سال اخیر هیچ بار گرین بینی رو من نخریدم که گرونتر از فاکتور قبلیم نشده باشه. و اینو کسایی که تولید کنندن فکر میکنم متوجه میشن که این یعنی چی. این
خروج نقدینگی یعنی چی؟ اینکه شما یک در واقع پولی رو میذاری کنار، یه بخشی از درآمدت رو میذاری کنار برای دیولپ بازارت، برای دیولپ کیفیتت، برای دیولپ محصولاتت، برای اضافه کردن لاین های مختلف و مجبور میشی اینا رو سیو کنی برای خرید همون محصولی که دفعه قبل خریدی. اینو فکر کنم فقط یه تولید کننده میتونه متوجهش باشه. یه سوال دیگه هم راجع به رست و رستری داشتن و اینها بپرسیم که به نظرت، حالا شما که بیشتر درگیرش بودی، چقدر رستری داشتن، چه از یه میکرو رستری در نظر بگیری، چه یه سرمایه‌ای رو از کافه بیای تزریق بکنی که رستری بزرگتر داشته باشی، هم کافه خودت رو تامین بکنی هم بقیه کافه ها رو، چقدر از نظر اقتصادی کمک میکنه به اون برند؟ از نظر اقتصادی وقتی کمک میکنه که تو به اون میزان فروشی که باید رسیده باشی برسی و اون رسیدن به اون میزان فروش خیلی خیلی کار سختیه. شما خیلی از برندهای قهوه رو فکر میکنم حتی اسمش هم نشنیدید، چون منم اسمش رو نشنیدم. من در طول ماه یا 2-3 ماهی یه برند جدید رو اسمش رو میشنوم که فکر میکنم جدید هست، اما بعد میریم جلوتر میبینیم نه خیلی وقت داره کار میکنه. خیلی تولید کننده برای بحث قهوه وجود داره. فکر میکنم توی شرایطی که هستیم ما اگه بتونیم با یک سری کلابریشن، با یک سری همکاری بازار رو داشته باشیم، اتفاق خیلی بهتری میتونه بیفته. من میگم به جای اینکه ما 3 تا 4 تا 5 تا رستری کوچولوی ضعیف داشته باشیم، بتونیم 1 یا 2 تا رستری قوی تر داشته باشیم، اتفاق بهتری هست. من خیلی موافق این نیستم که هر کسی که حالا توی شرایط قرار میگیره که میتونه وارد بحث تولید بشه بیاد و مستقلاً این کار رو انجام بده، یه ذره بازار رو بیشتر ارزیابی بکنه، چند تا همکار دیگه که همین هدف رو دارن رو پیدا بکنه، اینا با هم دیگه میتونن یک واحد تولیدی قوی‌تری رو در واقع احداث بکنن، داشته باشن. این در طولانی مدت کمک هم میکنه. حالا ما ایرانی‌ها کلاً کار گروهی خیلی دوست نداریم، این کمی با کار گروهی ضعیفی ما دوستش نداریم. قبلا هم که باهات صحبت می‌کردم راجع به کافه هم همین نظر رو داشتی، یعنی به جای اینکه کافه یه ذره محدودتر با هم دو تا توی صنایع دیگه اینو راحت می‌بینید. شما فکر نکنید هر برند تن ماهی که دارید توی بازار می‌بینید یه دونه کارخونه مستقل داره. شاید 5 تا 6 تا برند دارن توی یه کارخونه تولید میشن. هر برند معروف روغن یک کارخونه مستقل برای خودش داره. ما کارخونه هایی رو داریم الان که بسیار بسیار معروف هستن و اینا تولید کننده در واقع متفاوت دارن، یعنی برون سپاری دارن میکنن، از فضای خالی بقیه تولید کننده ها استفاده میکنن و اون هزینه رو میذارن روی دیولپ در واقع مواد اولیه‌شون، توی بهبود شرایط اون مزرعه زیتونی که در واقع دارن باهاش قرارداد میبندن و فکر میکنم این کار خیلی قشنگ‌تره. حالا ما باید بیایم توی کار خودمون، حالا چه کافه باشه چه رستری، یه همچین داستان‌هایی رو پیدا کنیم، ببینیم که اون سرمایه‌ای که می‌خوایم بذاریم در واقع توی چه بخش‌هایی میتونه کمک بکنه. اون در واقع دستگاه رستی که الان قیمتش حالا چند صد میلیون تومنه، خب یه دونش رو یه جا داشته باشه میتونه N تن در ماه تولید کنه. خب تو میتونی از اون استفاده کنی. پس نیازی نیست تو بری اون دستگاه رسته رو بخری. پس نیازی نیست تو پول پیش اون در واقع واحد تولیدیه رو مثلا بدی یا بری اون سولر رو بخری. ولی میتونی جای دیگه از سرمایه‌ت استفاده کنی. سرمایه رو میذاری توی گرین بین بهتر، توی دیولپ بازار بهتر، توی آموزش بهتر. همیشه آموزش من فکر میکنم کمک میکنه حتی به فروش شما. شما با آموزش دادن مصرف کننده های محصولتون باعث میشید که محصول بهتری در نهایت توی اون زنجیره به اون قهوه نوش برسه. من فکر کنم اینا یه چیزاییه که بحثای واقعا گسترده‌ای میشه روش کرد و خودش میتونه یک قسمت از اپیزودمون کلا بیایم روی این کلا پادکست شما رو داشته باشه. آره خیلی هم عالی. بیا یه رستی بریم. آره چرا که نه. یه رستی بریم. تا الان استرست کم شد؟ آره
کنم آخره. من کلا در مورد هر کار جدیدی یه استرس رو دارم. من دیت هم که میرم اولش صدام میلرزه. یه توضیحی راجع به این بهمون بده علیرضا که چه صحبت‌هایی رو میتونه یه باریستا با روستر داشته باشه، چه تبادل اطلاعاتی میتونه داشته باشه که پروداکت نهایی بهتر باشه. خیلی خوب. اتفاقا این موضوع یک کارگاهیه که من چند وقته دارم بهش فکر میکنم. منتظرم که یک مقدار کاری که الان دارم به نتیجه برسه و اون کارگاه رو ما بتونیم برگزارش کنیم. در واقع ما به عنوان یک باریستا باید زبان رست رو بلد باشیم. یعنی اگر من یک قهوه میاد توی کافم و میخوام این قهوه رو در واقع ارزیابی کنم که بعد دوزینگش رو انجام بدم و حالا اسپرسو یا هر قهوه دیگه ای رو با هر متدی رو بخوام ارائه بکنم، باید اول بتونم ارزیابیش کنم. اوکی؟ پس ما به عنوان باریستا باید اول پارامترهای در واقع سنسوری و ارزیابی قهوه رو بلد باشیم. حداقلش اینه که اون اسکورشیت کاپینگ رو، اسکورشیت استاندارد کاپینگ رو بلد باشیم و بتونیم اون رو پر کنیم. از اینجا به بعد ما میتونیم با روسترمون در واقع صحبت بکنیم که اون روستر متوجه شه. اگر که میگه بادی قهوه‌م کمه، اگر در واقع بهش میگی اسیدیته قهوه من مشکل داره، در واقع چه مشکلی داره. اوکی؟ حالا یه کوچولو اگر از این بریم جلوتر، پامونو بذاریم جلوتر، میرسیم به این که توی رست چه اتفاقایی میفته که در واقع روی قهوه ما تاثیر میذاره. ما اگر بدونیم که دیولپ کردن قهوه یعنی چی، میتونه توی اون صحبتی که میخوایم با رسترمون داشته باشیم تاثیر بذاره. اگه بدونیم دمای در واقع شارژ کردن روی فرآیند رستمون چه تأثیری داره، باز میتونه تاثیرگذار باشه. دمای دراپ کردن میتونه تاثیرگذار باشه. اینکه بچ سایز قهوه ما توی چه دستگاهی بوده و چند درصد از درام رو در واقع داشته و نسبت به اون طول رست ما چقدر بوده، اینا همه مجموعه اتفاقایی هستش که میتونه روی کیفیت قهوه تاثیر بذاره و ما میتونیم راحت در موردش با رسترمون صحبت کنیم. درست. حالا این کارگاه ان شاءالله زودتر فکر میکنم تا چند ماه دیگه قطعا خودم هم میام حتما اون کارگاه رو ببینم چه جوریه. باحال میشه. فکر کنم کارگاه فان و باحال و ایده قشنگی باشه. یه سوال دیگه، گفتی که ما میتونیم، حالا اولین قدم برای یه باریستا میتونه، موافقم هستم، اینکه میتونه خوندن اون اسکورشیته باشه و نحوه پر کردن اون اسکورشیته و همه اینا برمیگرده به پروتکل کاپینگ و تقویت علم سنسوری توی اون باریستا. خب یه سیر تکاملی که از قدیم داره هی اتفاق میفته، منم اتفاقا دوستش دارم، اینه که داره اتوماسیون بیشتر میشه توی دستگاه‌ها. شاید یه سال دیگه مثلا AI روی دستگاه سوار بشه و خودش بتونه یه قهوه دمی خیلی عالی برای ما دم بکنه و من اصلا مخالف این نیستم. اتفاقا باریستا وقت آزادتری برای ارتباط گرفتن با مشتری داره. ولی در عوض اون علم سنسوریه رو میطلبه که بتونه پروداکت نهایی اون دستگاه رو تست بکنه و فقط مؤلفه‌ها رو، کاراکترها رو عوض بکنه و قهوه جدید سرو بشه. ما یه دستگاهی داریم که AI نداره، به صورت دستی میشه همه اینا رو براش درست کرد به نام تری تمپ. این دستگاه میتونه از قهوه سرددم تا گرمدم رو توی شرایط مختلف برای شما بزنه و دقیقاً همینه. شما نتیجه نهایی رو تست میکنید، پارامترها رو تغییر میدید و این اتفاق میفته. و یه پیش بینی که دارم کلاً اینه که حالا دوست دارم نظر تو رو هم بدونم، میتونیم یه توصیه‌ای داشته باشیم برای باریستاها و کسایی که تازه دارن پیشرفت میکنن، اون جرقه تو ذهنشون خورده که من تخصصی تر بخوام دنبال بکنم حرفم رو، اینه که بیشتر وقتشون رو بذارن روی علم سنسوری. شاید توی چند سال آینده این علم اصلی باشه که به کارشون بیاد تا متدهای دماوری توی دیرپرای چکانه یا همه اینها. قبول داری اینو؟ آره اینو من قبول دارم، ولی این هم جزء کارهاییه که به صورت فردی نمیشه انجامش داد. شما حتما باید با یک نفری که مطمئنید
سنسوری رو بلده کالیبره شید و بدونید که اسیدیته نمره 6.5 یعنی چی. میدونید، بدونید وقتی داریم از یکی از مؤلفه‌ها و پارامترها صحبت میکنیم روی اون فرم ما باید بهش عدد بدیم. اوکی؟ این عددی که میخوایم بهش بدیم باید حتما با یک نفری که میدونید و بهش اطمینان دارید انجام بشه. و این اتفاقیه که اتفاقا من فکر میکنم همه اهالی قهوه ازش استقبال میکنن. درست. که اگر من مثلا وقت خالی دارم بعدم نمیاد که یه قهوه رو با یه دوست کاپ کنم و با همدیگه در موردش صحبت کنیم و یک اسکورشیتی رو در واقع با همدیگه پر کنیم. و این حالا اینه که یه کمی به اون وقتی که اون دوستمون داره هم احترام بذاریم، چون این اتفاق پیش اومده که شاید من به یه نفر قول دادم که یه کاری رو با همدیگه انجام میدیم ولی خب وقتش نشده دیگه، یه پروژه‌ای شده، یه اتفاق افتاده، اون ناراحتی هم پیش نیاد. خب. من از اینجا از یه دوستی عذرخواهی میکنم، یه کتاب قرار بوده بهش بدم هنوز بهش ندادم، الان یادم اومد. حالا امیدواری ببینه داستان. امیدوارم بهم چیز کنه. من امیدوارم بهم یه مسیج بده من کتاب رو بفرستم. خیلی عالی. و اسکورشیت هم که در واقع یه اسکورشیت جدید به صورت تفضیلی ارائه شده، ولی خب هنوز داریم با همون اسکورشیت قدیمیه هم خودم هم با اسکورشیت قدیمیه در واقع کیفیت قهوه‌های روستری خودم رو در واقع هنوز ارزیابی میکنم و آرشیوش میکنم، ولی بعدم نمیاد روی اون جدیدم. توی ایران که جایگزین میشه کلا این اتفاقها با ایونت های سراسری میتونه در واقع استقبال میکنی به شخصه؟ احساس نمی‌کنی شاید به تایم و اون برهه‌ای که هستیم چقدر من بتونم اون تایمر رو بذارم و بشه و اون نتیجه رو ازش گرفت؟ شاید هم علیرضا ببین، شایدم چون به قولن صحبتشو کردیم داریم به سمت کامرشال شدن میریم با توجه به شرایط، اون اسکورشیت تفضیلیه خب یه ذره دستمون رو بسته بذاره برای اینکه خب من چه توضیح تفضیلی راجع به این قهوه داشته باشم آخه وقتی یه قهوه کامرشال چیز خاصی رو مثلا نسبت به قهوه اسپشیالتی نمیتونم بنویسم تو. پس موافقی که شاید هنوز هم این اسکورشیت قدیمیه بمونه، یه سال 2 سال 3 سال تا ما اصلا میتونیم یک چیزی که مناسب در واقع نیازمون هست رو طراحی بکنیم خودمون. مشکلی نداره. یه قهوه اگر مثلا اسیدیتش شاید نمره 1 میگیره 1.5 میگیره، شما رو اسکورشیت قدیمی هم نمیتونی بهش نمره بدی. درست. اوکی، ولی خب اون نمرش همینه دیگه. ما گوشه دیگه مینویسیم 1.5 مثلا. میتونن خودشون اسکورشیت خودشون رو بسته به بینه اصلا داشته باشن برای ارتباط گرفتن با باریستا. من فکر میکنم که اون استفاده‌ای که ما داریم میکنیم چون متفاوته، باید تعریف متفاوتی رو هم براش داشته باشیم. درست. الان شاید یه سری از دوستان بگن آقا شما اصلا برای قهوه کامرشال چرا داری از اسکورشیت استفاده میکنی؟ من دارم فقط استفاده میکنم که بتونم یک چیزی رو ثبت بکنم. درست. این اسکورشیت شاید نخواد جایی اصلا انتشار پیدا بکنه و فقط آرشیو میشه برای خود من. درست. آره، اون استفاده‌ای که ما می‌خوایم بکنیم از این ابزاری که در دسترسمون هست میتونه کاستومایز بشه و بسته به نیاز ما و راندمان رو ببره بالاتر. آره، راندمان هم میتونه ببره بالاتر. خیلی عالی. صحبت‌های تخصصی رو بذاریم کنار. یه ذره راجع به زندگی اونا هم صحبت بکنیم با هم. آره. اینکه مسیری که تا الان اومدی رو دوست داشتی تا به اینجای کار؟ کلش آره، یه جاهایشو نه ولی کلش آره. خیلی خوب بوده و بهت خوش گذشته تا اینجا به عقب نگاه میکنی؟ یه مقدار کمش که همین اواخر هم بوده، اواخر یعنی مثلا 4 5 6 سال اخیر مثلا بوده، خیلی فراز و نشیب داشته و یه مقدار کمش خیلی هم خوش گذشته، دوست داشتم. ولی اگه باز هم از ابتدای این مسیر از سال مثلا 90 شروع می‌کردم با یه تغییرات کوچولویی دیده رو داشتی؟ این دیده رو همیشه هیچ وقت داشتی که انگار چیده شده این مسیر برات؟ و نه، من به چیده شدنش و خودت حس می‌کنی؟ آره، انتخاب بوده همش انتخاب بوده. یه جاهایی کنار هم قرار گرفتن یک سری مسائل کنار هم بوده و انتخاب تو توی اون مسیری که می‌خوای ادامهش بدی. این قضیه یه مبحثی هم هست تو یه کتابی به اسم با چرا شروع بکنید. خب و تو این کتاب از این یاد میکنه، یه سوال پرسیده میشه که چقدر خودت رو آدم خوششانسی میدونی؟
توی مسیر و پیشرفتی که کردی. و اونجا پیش بینی میکنه، میگه که خب همه قطعا 6 7 اینا میدن، در واقع این نمره رو به خودشون میدن بابت تصمیم هایی که گرفتن، نه شانس. نه من نمره زیادی رو به شانس میدم، من خیلی خوش شانس بودم. و اینو دقیقاً ذکر میکنه و میاد مراحل خیلی قبلتر و از تولد شروع میکنه، میگه که ببین تو توی چه جوی، توی چه خانواده‌ای، تو چه محله‌ای و اینا رشد کردی و اینا دست تو نبوده، پس یه آدم خوش شانسی بودی که تو این مسیر تونستی قرار بگیری. درسته تصمیمات آدم‌هایی که توی مسیر زندگی آدم قرار میگیرن، این اگر شانس نیست پس چی؟ درسته بخشیش برمیگرده به شخصیت تو، بخشیش برمیگرده به انتخاب‌های تو، ولی مجموعه اینا رو بخوای کنار هم قرار بدی، شانس دخیله قطعا. آره. یه سری جاها رو میگی راضی بودی، یه سری جاها راضی نبودی. قطعا هر مسیری. من یه چیزی در مورد شانس اضافه کنم، اومد تو ذهنم. اون اینه که ما اگر میخوایم از شانس‌های خوبی استفاده کنیم، باید تو کارمون استمرار داشته باشیم. یعنی من همواره باید درگیر کاری که دوستش دارم باشم تا اون شانس سر راه من قرار بگیره. اگر من برم خونه بشینم بگم خب من شانس نیاوردم و خب ولش کن دیگه، بشینم تا شانس بیاد سراغ من، نه، شانس سراغت نمیاد، هیچ وقت شانس سراغت. دقیقاً یه مبحثیرم قاطی روانشناسی زرد و اینها میکنن، ولی من واقعا قبولش دارم. راجع به مسائل جذب و اینها راجع بهش صحبت میکنن، ولی به نظر من شما وقتی یه مسیر رو دوست داری و واقعا قلباً میخوایش، خود به خود اون آدم‌ها دورورت چیده میشن و تصمیم‌ها و انتخابات هم شکل میگیره که چه آدمایی رو دورت نگه می‌داری، با چه کسایی در ارتباطی و این مسیر رو هموارتر میکنه. من یه چیزی هم که همیشه به خودم میگم اینه که هیچ وقت زمان خوبی نیست. فقط شروع کن، کارتو انجام بده. که میخوای وایسی ببینی کی زمان خوبیه که من این کار رو انجام بدم، این کتاب رو بخونم، این ویدیو رو نگاه کنم، با این دوستم که میدونم فلان چیزو بلده صحبت کنم، هیچ وقت زمان خوبش پیدا نمیشه. بهترین موقع همون لحظه است که تو شروعش کنی. دقیقاً اوایلی که خودم میخواستم بیام سر کار، اصلا فقط میخواستم یه کاری رو انجام بدم. من با آرایشگرم صحبت کردم، بعد از تقریبا تایم کرونا بود دقیقاً. بهش گفتم که حاجی چجوری اومدی تو کار؟ چیکار کردی؟ گفت فقط شروع کردم. گفت یعنی واردش شدم. خب راجع به بقا صحبت کردی و استرسی که داری بابت انجام دادن یه سری کارها. دقیقاً این باز موضوع، حالا من رفرنس میدم به کتاب، یه موضوعیه توی کتاب هنر بهتر اندیشیدن، راجع به بقا صحبت میکنه و میگه این طرز فکر و کسب و کاری که میخوای راه بندازی و مسیری که میخوای بری کی به خطر میفته؟ وقتی که مدام داری درصد موفق شدن خودت رو میسنجی. وقتی شروع میکنی هی میگی که خب من الان 20% احتمال داره موفق شم، با دست رو دست زیاده فلان این شکلی، و شروع نمیکنی، این ایده کنار گذاشته میشه. یا نه استارت رو میزنی، وسط کار به یه مشکل میخوری، باز کنار گذاشته میشه. کسایی توی بازی موندن و کسایی این مسیر رو رفتن که استمرار داشتن، که خودت هم اشاره کردی تو سراشیبیا بودن، توی شرایط خوب بودن و استمرار رو حفظ کردن و توی این مسیر پیش رفتن تا به نتیجه‌ای رسیدن. حالا یه سری قسمت هایی که میگی بد بوده، خیلی راضی نبودی یا هر چیزی، بالاخره هر مسیری اینو داشته. دوست دارم به اشتراک بذاری که شاید بیننده ها ببینن این برنامه رو و این اشتباه رو انجام ندن توی این مسیر. ببین کلی میتونم بگم، حالا خیلی بخوام دقیق بشم خیلی بحثش گسترش پیدا میکنه. شاید یه جاهایی یه پیشنهادایی رو شما نباید قبول کنید. مثلا یک چیزی که برای من همیشه تو ذهنم اومده که باید نه به اون پیشنهاد بگم، یک پیشنهادی که خیلی خوب باشه. من فکر میکنم که پیشنهادی که خیلی 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 خوبه و مو به تنت سیخ میکنه رو تو باید قبول نکن، چون اون پیشنهاد احتمالاً ضمانت اجرایی نداره. با تا یه مدتی پیش میری، اون نیازی که باید از اون طرف که به تو اون پیشنهاد داده برطرف میشه و هزار تا بهونه میتونه پیش بیاد که اون اتفاق نیفته. یکیش اینه
که ما یک کمی عاقلانه تر با مشورت بیشتر در واقع پیشنهادامون رو بررسی کنیم. من فکر میکنم هر کسی تو زندگیش به یک نفر احتیاج داره که بتونه در مورد مسائل مختلف زندگیش، حالا چه کاری باشه چه غیر کاری باشه، بتونه صحبت کنه باش. تو خود فرایند صحبت کردن تو ذهنت شروع میکنه به تحلیل کردن حرفایی که داری میزنی. حالا صرف نظر از جوابهایی که از طرف مقابل میشنوی، تو خود اون فرایند ذهنتو متوجه میشه تو چه موقعیتی هست و قطعاً انتخاب بهتری میکنه. من فکر میکنم اکثر کارهایی که بدون مشورت انجامش دادم باعث شده اون موقعیت‌های بد برام به وجود بیاد. چیز دیگه‌ای به ذهنت میرسه با این دید که داری یه نصیحت، نگیم شاید بهتر باشه، یه توصیه‌ای میکنی به کسایی که تازه اول این مسیر تازه شروع کردن که راهشون هموارتر بشه؟ آره ببین، باز برمیگردیم به اون استمراری که باید توی کار وجود داشته باشه. من واقعا از همه دوستام، کسایی که باشون در ارتباطم، این خواهش رو میکنم همیشه: فکر نکنید که توی 1 ماه 2 ماه 3 ماه قرار اتفاقی براتون بیفته. شما باید 10 سال کار بکنید. دقیقاً 10 سال که کار بکنی، 1/3 از مدت زمان کل کار کرده تو تازه طی کردی، هنوز 2/3 دیگه‌اش مونده. 1/3 رو که طی کردی شروع کن به انتظار داشتن. تا قبلش انتظار نداشته باش، فقط کسب کن، یاد بگیر، تجربه کن، خراب کن، هر کاری فکر میکنی بکن، ولی 10 سال صبر کن. دقیقاً این حرفو خیلی قبول دارم. ببین، صحبت کردن راجع به استمرار خب خیلی ساده است و کلیشه است. همه میدونن آقا هر کاری باید استمرار داره، ولی کی بهش میرسی؟ نگاه، اینو باید یه جایی خراب کنی، یه جاهایی درست کار بکنی که این دستت بیاد. خب و به شخص خودم اینو توی این امسال خیلی یاد گرفتم. بعضن این حرص خواستنه، حرص پیشرفت کردنه، یه حسی توی من به وجود می آورد که چیزهایی که شاید قراره توی یه بازه 5 ساله برای من اتفاق بیفته رو توی 1 سال میخواستم و فشار فکری که رود میذاره و این دقیقاً برعکس عمل میکنه. یعنی دقیقاً کاری میکنه که تو بیفتی عقب. این حرص و جوش زدنه. این که ریلکس باشی، از مسیرت لذت ببری اگر واقعا داری لذت میبری. اگر نمیبری شاید باید فیلدتو عوض بکنی. ببین، همیشه هم نمیشه از مسیر لذت برد. همیشه واقعا اون مسیری که ما داریم توش پا میذاریم، مخصوصا توی یک حالا کشوری که با یه سری چیزای عجیب غریب داره دست و پنجه نرم میکنه که حالا هممون میدونیم چیه، نمیتونی واقعا همیشه تو لذت ببری. بعضی جاها هم اینجوری میشه که تو داری از مسیر لذت نمیبری، میگه خب من مسیرم عوض بکنم. اونجاها هم همون نکاتیه که باید تو رعایت بکنی که بتونی استمرار رو داشته باشی. این استمرار داشتن، پذیرفتن بعضی از ناملایمت‌های در واقع مسیر هم هست. من اینجوری بهش فکر میکنم. من میگم اگر به یک در واقع مسیری اعتقاد پیدا کردی، حالا کاری غیر کاری فرقی نمیکنه، و پاتو گذاشتی توش و داری انجامش میدی و با کلیاتش اوکی، بالا پایینش رو تحمل کن. خیلی عالی. مرسی از توصیه‌هات، نصیحت‌هات. نه نصیحت که نیست، توصیه هم نیست، چیزایی که برای من بوده. یه سوال ثابت داریم، بریم سراغ سوال ثابتمون. اینه که دلیل انتخابش این بوده که فکر نمی‌کنم کسی بوده باشه که به این قضیه فکر نکرده توی کل زندگیش، که دلیل آفرینشه چیه؟ اصلا اینجاست. آره، اینکه اینجاست برای چی؟ خب نظر شخصیتون خودم راجع به این بدونم. من فکر میکنم ما اگر اینجا هستیم، اولا اینکه توی یک دنیای منظم نیستیم. این نظمی که ما داریم احساس میکنیم از کل دنیا به خاطر اینی که ما کل بشریت و عمر بشریت انگار توی یک لحظه ایستا از کل دنیا داره اتفاق میفته. انگار بخوای توی کل در واقع زمانی که کل کهکشان ها و کل هستی شکل گرفته بخوای به این بازی کوچولو نگاه کنی، انگار پاز کردی. تو اون فیلمو انگار پازش کردی، انگار هیچ اتفاقی تو کل هستی نیفتاده و تو داری کل بشریت در واقع عمر بشریت رو داری بهش نگاه میکنی. من اینی که ما اینجا هستیم رو دلیلش یک اتفاق از بین
میلیون ها میلیارد ها بی نهایت اتفاقی که تو کل هستی میتونسته بیفته و یکیش این بوده. یکیش این بوده که من و تو الان باید با هم صحبت بکنیم. این یکی از حالت‌های نظریه‌های جهان موازی دیگه. چون جهان موازیشو نمیخوام بگم. ببین شاید یک حالت میتونسته به وجود بیاد که من و تو الان با هم صحبت کنیم. ما الان تو اون یه حالتی و هر چیزی که هست همین اتفاقیه که داره میفته و من فکر میکنم تمام چیزی که ما داریم همین چیزیه که هست و وقتی از دستش میدیم به هر دلیلی، چه عمرمون تمام بشه چه حادثه‌ای برامون پیش بیاد، همه چیزمون رو از دست دادیم. هدف اینه که تو همون چیزی که داریم زندگی کنیم هر جوری که هست. جونتون نبرن اونا. نه بابا من سر چیا دست آخری رو هم بزنیم و آره. من دست میدم باهات و بریم چون خداحافظی نمی کنیم تو این برنامه. قربونت برم. میریم. من قهوه هم بیارم. بریم. آره آقا ایول دمتون گرم.